عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مثل همیشه امروز ولاگ زیاد گرفتیم. امروز 3 خرداد ساعت 12:37 روزش رو نگو، شنبه دیگه. طول گفتم اومدیم شنبه بازار رو بگیریم. شنبه بازار ماسال رفتیم، ییلاقات ماسال رو گرفتیم. الان داریم میریم ماشینه بچینه به کنار شما خونه. الان میخوایم از جاده از شهر ماسال بریم به شاندرمن، پونل و رضوانشهر. الان هم شهر ماسالیم، شنبه بازار رو گرفتیم دیگه بریم. میخوایم ولاگ بگیریم از رضوانشهر به انزلی. چراغ قرمز چجوریه که باید وایسی؟ ولاگ شنبه بازار رو حتما ببینین، خیلی بازارش قشنگه. کنیم بازار ماسال کلا جز بازارهای چجوریه؟ سبز اون صفر در نوع خودش جوده. قبلا ولاگ رانندگی تو ماسال رو گذاشتم. صبح هم البته از سومسرا به ماسال رو گرفتیم. رانندگی تو ماسال رو قبلا گذاشتم. شنبه بازار قدیمیش هم قدیمی منظور که ولاگ پارسال گرفتم، یه دونه امسال الان امروز گرفتیم. شاندرمن هم گرفتیم، رانندگی از ماسال به شاندرمن هم گرفتیم. دوست داشتین همه رو میتونید تو پلیلیست شهر ماسال نگاه کنید. الان دم ظهر یه خورده شلوغ. کل گیلان به راهنما زیاد اعتقادی نداره. اینم چپ، اینم راست. پارک کرد. برو دیگه اوه، چی بود دست رو وایس؟ برو دیگه. دستم تکون میده. هوا گرمه، کولر روشن کرده، مثلا این صدا رو مجبورم با گوشی ضبط کنم که اون صدای کولر اذیت نکنه، چون اون کولر بالای ببین بالای کولر صدای من خوب نمیاد. هوا خیلی گرم، ماشین که 28 درجه رو نشون میده. زیاد به محصولات ایران خودرو نمیشه اعتماد ماسال از شهرهای توریستی گیلانه، واسه همین خیلی شناخته شده است. یعنی همین ماسال و گیلان ماسال رو میشناسن. تو تعطیلات هم خیلی شده. جادهش هم ملاکشو ببینین، جادهش افتضاح بود، یعنی واقعا داغون بود. معنای واقعی توصیه میکنم بالا رفتی احتیاط کنین، آروم برین، چاله چوله رو نزنین، ماشینتون به فنا نره. دعا کنیم ما از این شهر در بریم، الکی ترافیک اون جلو بازه. هفت و نیم صبح دالا دارم رانندگی میکنم قدم بزنم. کل ماسال میخوان همین یه تیکه رو دور بزنن. ببینین الکی شد.
جاده ماسال به شاندرمن هم گذاشتم قبلا، ولی خب روش آهنگ گذاشتیم توضیحاتی نبود توش. میدون فردین معصوم کشتیگیر ماسالی، بالا رستوران هم داره، هتل رستوران. بنده خدا افتادم به ما کامنت میذاره لطفا از ترافیک هشت بنزلی فیلم بگیرید. مثلا ترافیک دوست داری همجا نگاه ترافیک دیگه همجا ترمز چیز نشد، کشف نشد، ترمز نمیذاره آقا تمدن رو ماه. شاندرمن هم جز شهرستان ماساله. پنجشنبه ها بازاره داداش. الان میریم ماسال شنبه ها بازار. جاهای دیدنیش قلعات ماسال، بام ماسال، قلعات آلنزه، سوی چاله، آسلا بلانکا، غار آویشو. این غار آویشو توی جادهش خیلی داغه، سواری میگه نمیره. گفتم که یادتون باشه. یه پارک جنگلی اونجا داشت، اسم پارک جنگلی یادم رفت، تو جاده به صوم سرا شاندرمن به صوم سرا فشار میارم یادم نمید. جاده هم که گاو میره، هم یه سری ها سبقت میگیرن مثل این گاو، هم یه سری گاو مری میان تو جاده. پیرمرد هم هست. آینده دیدم ماشین داره میاد، خلاصه مواظب باشیم. انرژیم تموم شده، تا انرژیم برگرده شما آهنگ گوش بدید. خیلی آرومه. جلو 50 تا جلو خب جاده دیگه 80 تا هست. رسیدیم به جاده اصلی شاندرمن. این بیمارستان
ماسال من دیدم اینجا تو راه. این جاده نمیدونم کجا میره، این خیلی بزرگ شروع. بیمارستان رسالت ماسال. شاندرمن خوشم، خیلی به هم نزدیکم. من با یه آقای صحبت می‌کردم میگفت زبان ماسالی شاندرمن یکم با هم تفاوت داره، ولی به نسبت تالش هشبر به هم نزدیک‌تره. یک خورده اختلاف دارم بازم. این ماسالی میگن یا رو صحبت میکنه، همون تالشیه ولی یه خورده تغییر کرده. لهجه من میریم به پونل، از من میریم به دقیقاً یکی سمت چپه، یکم سمت راست. ماهی و اینا و مرغ و جوجه و محصولات محلی سمت راسته، لباس و خشکبار سمت چپه. یکم مستقیم میری بازار مال فروشانشه، گاوگوسفند دارن. یه دونه جهاد نمیدونم بسیج بود بسیجه، بغلش هم میوه و طلبا رو. تابلو کتابخانه عمومی داره تو همین خیابون هست. میوه و سبزیجاتش هم اینجاست. یه بار اومدم تشبازار قشنگ.
بالا با آقای صحبت میکردیم مگه بلاگو ببینین گفته بود خونه شب 1,200 برقم ندارن موتور برقه از یه جایی به بعد دیگه تیر برق نمیبینیم بالا کلا موتور برق تو ماسال شب 1,200 تعطیلاتم 1,500-600 ماشاءالله چه گاویه اصل گیلانه بعد تعطیلات معمولا شلوغه اون برا خیلی شلوغ من آقای مغازدار اسمازم بزنم میگفت ما از الان 14 قبل 14-15 همو داریم که هیچ جا نمیشه رفت میزنید اونجا ادامه سبز میدون دو طرف زمین شالیه میبینین تازه کاشتم من یه هفته است روستاهای اینجا رو من بلد نیستم من خودم جاده اولین بار دارم میرم من سرعتم 70 تا 60 من میگم جاده‌ای که نمیشناسم اون 70 تا بیشتر نرم کسی چه میدونه چه تازه 70 تا پشت جاده گیلان خیلی گذاشتیم این جاده ماسال که امروز دیدیم من 2 سال نرفته بودم واقعا یکی از زیباترین جاده است منهای اون که الان چاله چوله داره جایش خیلی زمین نشست داشت مثلا افتضاح بود ماشین اگه سرعت داشته باشه قشنگ ملق میزنه گرمسر شیخ نشین تابلوشو دارم بس مبارک صدای دوربین دومه تازانه غمم پر شد جاده رو دوم نمیتونم
برنج میخوره اینجا تو دیگه پلو داری رانندگی میکنی. اینجا تابستون بشه، تابستون اول تابستون بشه عطر برنج در بیاد، همین حس باید داشته باشی. استخر زیر شهر میخوایم بریم انزلی. حالا خودم جاده اونم نرفتم، بلاک بگیریم اونو بگیرم. تقریبا محورهای اصلی گیلان آمد افتخاریه. یه 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله چرا کد ملیشو حفظ باشه؟ یا تو بیمارستان خدماتی میخواد بدی کد ملیشو میخواد. خدا نگار پرونده پزشکیش اونجا آنلاین هست. داری حساس باشه. هرچی باشه اون کد ملی میزنی بالا میاد. یک کد ملی در رقمی اون حفظ کنید. اینجا هستین، گوش دادین، شنیدین، هر کسی که میشناسین توصیه کنین کد ملیشو حفظ کنه. واقعا تو بیمارستان نیازه. این کد ملیش 2 ساعت باز زنگ بزنیم اول کد ملیشو بدید. کد ملی کس دیگر رو ندیم. کد ملی کس دیگر رو نگیریم و کس دیگر هم کد ملی ندیم. ما پیش اومد تو تهران بودیم بیمارستان،
موقع دفترچه‌ای بود، یارو دفترچه همسایه‌شو برداشت آورد تو بیمارستان. یکی بهش دارو اشتباهی زدن، اینا شکوفای انار، دارو اشتباهی زدن، مریض رفت مرد. یعنی مریض مرد، شما مریض بلا فاصله که میمیره براش اعلام کد فوت میکنن، تمام حساباش، تمام بیمه، تمام چیزاش همه مسدود میشه همون لحظه. ربطی به روز تعطیلی نداره، همون لحظه آنلاین همشون مسدود میشه. شما کد ملی تو به یکی دیگه بدی بیاد یا کد ملی که دیگه بزنید، تمام حسابای اون بسته میشه. بعد باید بری بیمه ثابت کنی که کد ملی رو دادی به یکی دیگه، خودش جریمه هم داره. اصلا نکنین این کارو. اینو براش توضیح بدیم، بگیم آقا پیش اومده، یه بار 1 در 1000 پیش میاد. بعد شما درگیر بیمه اینا میشین، جریمه میکنن شما رو. تا بری همه بانک‌ها از چیز گواهی فوت اون بنده خدا رو صادر نمیکنن، شما گرفتار، هر چه حساب میکنی گرفتاری. نکنین کارو. یک کد ملی در رقم خودتون حفظ کنید. اینم راهنما نزد. داریم وصل میشیم به جاده اصلی آسپارا. تو نقشه من میبینم ساعت 1:06 است. داشته بود، برای زیتون پرورده درست میکرد، میگفت این معجون گیلان زمین، رضوانشهر، سوم سرا، فومه، رشت، انزلی هم فکر کنم گفت. این 4 تا شب یک کدوم از اینا رو نبود. همه کامنت گذاشته بودم گیلان زمین 4 تا شهره، یعنی 4-5 تا، بقیه
هیچی. اون زیتونی که داره خرس میکنه ما رودباره که گیلان زمین کل گیلانه، از اون ور پلیسای چابکسر، اون ور گردن حیران، این برم روشان زیبا، همه این چیزا گیلان زمینه، همه گیلانی هن. 100 تا زبان دنیاست، هم کرد داریم، هم بلک داریم، هم لور داریم، تالش داریم، ترک داریم، میلک داریم، رشتی داریم، همه جور هم داریم، همشون هم باعث افتخارمون، همشون هم گیرن نکنید بشت. ما میریم سمت رضوان شهر، اون وقت چپ میره پونلو. شهری 72 نون اشتباه نکنم 43. اولین بار من دارم میرم، جاده رو عریض نمی کنن، راه هست آسفالت کنید. رضوان شهر به دریا نزدیکه، به خاطر همین فاصلش تا رشت زیادتره. رضوان شهر هم چهارشنبه بازار داره، بلاگشو گذاشتم، خیلی بازار باحالی داره، یه بازارچه دائمیه. شهر زیبای رضوان شهر، آهنگی هم توش گذاشتم ولی خب آهنگ گذاشتم. شهر زیبای رضوان شهر خوش آمد. گیلان چند تا شهر با هم بزرگن، رشت، انزلی، لایجان، اشبر، تالش، تالش، آستاران به نظرم بزرگ میومد. بقیه شهر همجور به ترتیب کوچیک میشن. حالا من رضوان شهر نمیدونم چندمیه، جز شهر کوچیک بود باشه. خود بافت شهرشون میگم، شهرستانشو من نمیدونم. شهرستان میکنم ادوار اوله پهناورده، خیلی پهناوره، ادوار ماسونا اطراف خیلی دارم، رودسر، بشکبرات همه هست، چابکسر و وازیبر تا حملش اینا همه هست. چیز بافت شهریشون میگم، تقریبا فکر کنم یه راسته مستقیمه. بدی دارم که میخواد زرنگبازی در بیاره، بهش راه نمیدم.
بانوان وقتی روشنگری دیدیم زیاد کنه دست راست می گن متاسفانه دارم واقعا نمیتونم تحمیلش کنم. چیزم گذاشتم براتون رضوان شهر با این چهارشنبه بازارش سوم سرا بخواه بیاد دست راست نه اینجا در بازارش بازار چهارشنبه با هم اینجا دست راست این مای فروشدور هم میدون مای فروشیده نون مثل که رضوان شهر 56 لام اومنه 56 قاف سوم سرای 56 ماساله 56 تا 56 تا فکر کنم تالش 56 تا الکی موندیم داره ماما باید سال میکنه ولاگ همجا تمومش میکنیم ولاگ رضوان شهر بنزلی رو بگیریم طولانی نشه امیدوارم که لذت ببرید